سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 16 فوریه تقدیم میکنیم. در شهر بروکسل امروز جلسه پنجم شورای همکاری میان تاجیکستان و اتحاد اروپا به انجام رسید. رهبری هیئت‌های مذاکره کننده را وزیران خارجه تاجیکستان و هلند سیراج‌الدین اسلف و برت کوئندرز به عهده داشتند. در ملاقات مسائل همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، استراتژی درازمدت همکاری‌ها در چهارچوب سازمان جهانی تجارت و وضع اقتصادی امروزه، نظارت مرزها و مسائل آب و انرژی در منطقه بررسی شد. ما اعتراف میکنیم که تاجیکستان حق دارد نهادهای دولتی را در شرایط اکستریمیسم افزایش یابنده حمایت کند. در عین زمان ما به ضرورت احترام حقوق بشر و حفظ دائمی فضای باز سیاسی در این کشور تاکید میکنیم. سیراج‌الدین اسلف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان عهده‌داری‌های تاجیکستان را به رعایت معیارهای دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر تصدیق کرد. به سوال خبرنگار رادیوی آزادی ریچارد جوزویک درباره کوشش کودتای ماه سپتامبر سال 2015 در تاجیکستان و هم تصمیم بحث برانگیز بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که مورد انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشر شده است چی نظر دارد، اسلف گفت: گروه تروریستان با گروه‌های دیگری موجود در داخل کشور و هم از بیرون می‌خواستند که تبادلات دولتی کنند. ما تدبیرهای اندیشیدیم که از عمل این گروه‌ها جلوگیری کرد. شما می‌دانید که حال و وضع در تاجیکستان معتدل است. در آستانه جلسه بروکسل رهبریت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با پخش اظهارات از اتحادیه اروپا خواست که با مقامات تاجیک مسئله بسته‌شوی حزب و وضع زندانی‌های سیاسی در تاجیکستان را مطرح کند. اتحادیه اروپا که از سال 1994 با دوشنبه همکاری دارد، از سرمایه‌گذاران عمده تاجیکستان به شمار می‌رود و برای سال‌های 2014-2020 برنامه درازمدت استراتژی را برای انداخته است که ارائه 251 میلیون یورو کمک‌ها به این کشور آسیای مرکزی را در بر می‌گیرد. سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که برای با 30 ضرب کارد مجروح کردن راننده تاکسی طاهر سلطانوف عیبدار می‌شود، بنا به نتیجه تشخیص بیمارستان روحی یکاترینبورگ دیوانه معرفی شده است. یک منبع نزدیک به دادگاه حربی گارنیزون 109 پایگاه روسیه روز 16 فوریه به آزادی گفت به این دلیل هنوز دمیتری تالستوی به تاجیکستان انتقال نیافته، قرار است زمان تفتیشات قضیه‌اش نیز تا 2 ماه دیگر دراز شود. به قول منبع اگر دیوانه بودن تالستوی را مقامات تفتیشات نیز تایید کنند، بر اساس قانون‌های روسیه او از جوابگیری آزاد می شود. دمیتری تالستوی سرباز پایگاه 201 روسیه در قرغان‌تپه روز 21 آگوست سال گذشته به سر و گردن و پا و شکم طاهر سلطانوف بیش از 30 کارد زده است. طبق سازشنامه بین تاجیکستان و روسیه به سربازان افسران پایگاه 201 مسئولیت داده شده است و مقامات تاجیکستان حق تعقیب جنایی و محاکمه نظامی آنها را ندارند. مقامات تاجیک آوازه‌ها در مورد بلند بردن نرخ خدمت‌رسانی آب در تاجیکستان را رد کردند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت که تنها بعد سنجیدن اساسناکی خراجات قرار نهایی صادر می شود. سعید علی ظریفوف یک مسئول خدمات ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت که تامین منزل‌ها با آب آشامیدنی از روی نرخنامه نوامبر سال 2014 معین شده ادامه دارد. مثلا در شهر دوشنبه تعرفه با فرمایش خدمات از 12 نوامبر سال 2014 مقرر کرده که اگر ما همین تعرفه‌های آب نوشابه رو در قیاس با دیگر نرخنامه‌های دیگر شهر خوجه می‌بینیم که خوجگی منزل کمرانی درصد پستر قرار دارد. برای یک متر کوبی آب در شهر دوشنبه تعریف با اندازه 32.5 درهم مقرر شده و رفع پرداخت 12 درهم. مقامات امارات متحده عرب گفتند با تمام مسئولیت خوشبختی شهروندانشان را تأمین خواهند کرد. در حکومت این کشور همکنون وزیر نو آهود الرومی وزیر خوشبختی تعیین شده است. این سیاستمدار حجاب پوش گردنبندی دارد که در آن با حرفهای کلان واژه خوشبختی افاده شده است و وعده می‌دهد که تمام تلاشش را برای خوشبختی شهروندان روانه می‌کند. نخست وزیر کشور گفت که خوشبختی ملت تنها آرزو نیست بلکه یک نقشه جدی است، جدی حکومتی است که برای رسیدن به آن تمام کابینه حکومتی تلاش خواهد کرد. برابر با وزارتخانه خوشبختی در امارات متحده عرب یک وزارت تحمل پذیری هم عرض هستی کرد.
як ҳомии ҳуқуқи инсон аллакай бо шӯхӣ дар твиттераш суол кардааст ки оё баъди ин навбати таъсиси вазорати ишқу сулҳу баракату ҳақиқат нест? вале воқеият ин аст ки сифати зиндагӣ бар ҳар сари аҳолӣ дар Имороти Муттаҳидаи Араб баландтар дар муқоиса бо дигар кишварҳои арабӣ будааст. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.